از توی جوان یاد کرده است. بدان انهم فتیتون آمنوا بربهم و زدناهم هدی. اصحاب کهف جوانانی بیش نبودن، به خدا ایمان آوردن و خداوند به هدایتشان افزود. الله میگه انهم فتیتون. فتا فتح اینها واژه عربی هست، این کلام خداست، یعنی جوان. ما جوان میگیم، الله فتا میگوید، فتی میگوید. انهم فتیتون، اصحاب کهف جوانان بیش نبودند، با خدا ایمان آوردن و خداوند به هدایتشان افزود. فتى یذکرهم یقال له ابراهیم. وقتی که نمرودی ها آمدن به پیش نمرود گفتن جوانی بود، همه خدایان ما را شکست و کوبید و سرنگون کرد. از برایش گفته میشد ابراهیم. ای ابراهیم های امت محمد رسول الله، ای یاران اصحاب کهف، ای جوانان جمع حاضر، بت‌های غرور و نخوه و کبر و خودبینی و عجب درونی خود را در هم کوبید. جوانی باشید که از شما به قرآن به عنوان الگوی زندگی عزتمند یاد شود. فتى یذکرهم یقال له ابراهیم. ابراهیم جوانی بود، شاید در بین شما ابراهیم باشد. امیدوارم که ابراهیم وار زندگی کند، اسماعیل وار زندگی کند، محمد رسول الله وار زندگی کنید. چقدر خداوند به این جوان عزت میدهد که من تو هم وقتی که نماز خواندیم بگیم اللهم